سلام به همگی، مبینا مقدم هستم. توی این ویدیو میخوام شما رو با ابزار کارم آشنا کنم، برندهای خوب رو بهتون معرفی کنم و کمک کنم بتونید یه خرید کاملا اقتصادی داشته باشید. خب اول با مدادها شروع میکنیم. شناخته شده ترین مداد توی تکنیک سیاه قلم مدادهای کنته هستن که رنگ بندی مختلف و برندهای مختلف داره. من فقط از دو رنگ سفید و مشکیش استفاده میکنم و برندهای خوبی که بخوام بهتون معرفی کنم که داخل ایران بتونید تهیهش کنین، اول از همه کنته پاریسه که به نظرم بهترینه، بعدش برند ماریسه و بعدش برندهای دیگه مثل فابر کاستل، ام کیو، کرتا کالر که خیلی اینا رو پیشنهاد نمی کنم. هر کدوم از این برندها دوباره خودشون درجه بندی خاص خودشون رو دارن. مثلا برند ماریس 3 نوع درجه بندی داره: سافت یعنی نرم، هارد یعنی سخت یعنی مغز خیلی سختی داره و درصد روغنش کمه، و مدیوم که حد وسط بین سافت و هارد هستش. کنته پاریس هم درجه بندی مخصوص خودش رو داره، از H شروع میشه تا B3، H، HB، B، B2 و B3 که من خودم از B3 استفاده میکنم که تیره ترین این مدادها هست، درصد روغن بیشتری داره، چربی بیشتری داره و در نتیجه کنتراست خیلی خوبی به کار شما میده و برای قسمت‌های تیرگی مطلق مثل کجا، مثل حفره بینی، عنبیه، یه سری موجه‌های مشکی، ابروهای مشکی، موهای مشکی، هر قسمتی که تیرگی مطلق داشته باشه ما از مداد کنته پاریس شماره B3 استفاده میکنیم و همینطور از کنته پاریس سفید هم برای ایجاد هایلایت ها یعنی نورهای خیلی شدید استفاده میکنیم. یه نکته اینجا وجود داره، اونم اینه که اگه شما از کنته سفید پاریس بیاین روی زغال یا گرافیت استفاده کنید، یه توناژ آبی رنگی به شما میده. از کنته پاریس سفید فقط باید روی سطح تمیز کاغذ استفاده کنید که اون نور خیلی سفید رو به شما بده، که باز هم در جلسات آینده اینو کامل باز میکنم و توی تابلوها بهتون نشون میدم. و بریم سراغ معرفی مدادهای گرافیتی که استفاده من از این مدادها خیلی بیشتر از مدادهای کنته هستش. من از مداد کنته خیلی کم و محدود استفاده میکنم. خب مدادهای گرافیتی دوباره برندهای مختلف، درجه بندی مختلف داره که اگه بخوام به برندهای خوب داخل ایران اشاره کنم، اول از همه استدلر و دومیشم فابر کاستل که کیفیت فوق‌العاده‌ای دارن. من استدلر رو به فابر کاستل ترجیح میدم چون طیف گسترده تری داره و به نظر من مداد حرفه‌ای تریه برای طراحی. استدلر خودش 2 مدل داره، بدنه آبی و بدنه مشکی. بدنه آبی ها جنسشون از گرافیته و بدنه مشکی جنسشون از زغال هستش. خب اگه به این مدادها دقت کرده باشین میبینید که کنار این مدادها یه شماره‌ای نوشته شده. ببینید یه سریاشون B دارن، یه سریاشون H و یه F و HP هم داریم که کنار شماره‌ای نیست چون اینا حد وسط این مدادها. B یعنی چی؟ H یعنی چی؟ B مخفف بلکنسه یعنی اون مشکی بودن مداد. هر چقدر شماره کنار B بیشتر باشه، مشکی بودن مداد بیشتره، درجه تیرگی بیشتری داره، مداد شما نرمتره چون درصد روغن بیشتری داره و مداد شما سخت‌تر محو میشه. H هم مخفف هاردنسه یعنی سختی مداد. هر چقدر شماره کنار H بیشتر باشه اون مداد سخت‌تره، یک مقدار حالت زبرتری داره و درجه تیرگی کمتری داره. و HP و F هم که گفتم حد وسطشونه. HP همون مدادهایی هست که ما در طول روزمره استفاده میکنیم و همون مدادهای معمولیه که داخل همه فروشگاه ها شما میتونین پیدا کنین و فکر میکنم همه ما حداقل یه مداد HP داخل خونمون داشته باشیم.
حالا اینطوری که نمیشه. بیاین روی کاغذ میخوام بهتون نشون بدم مدادها رو تست کنیم که بهتر متوجه این تفاوت تیرگی بشیم. از کنته پاریس مشکی شروع میکنیم. خب به ترتیب تیرگی جلو میریم تا برسیم به کنته پاریس سفید. این کنته پاریس مشکی شماره B3 که بهتون گفتم B3 تیره ترین درجه مداد کنته پاریس هست. من این مداد رو نتراشیدم. یه مداد دیگه اینجا دارم، اینم کنته است. اینم شکسته شده ولی حالا من اینو در میارم. خب از خود مغزش استفاده میکنم چون یکم فرصت ندارم بخوام بتراشم. ببینید شروع میکنم اینجا رو. ببین با فشار دست زیاد سایه میزنم که تیرگیشو ببینید. میبینین چقدر تیرگی داره مداد کنته. حالا تو برندهای دیگه مدل سافتش توی کنته پاریس هر چقدر به B3 نزدیک تر باشه نرمتره، تیرگی بیشتری داره و میبینی حالت پودری تری به شما میده چون حالت سخت رو نداره. شماره B هست دیگه، B ها گفتیم نرمترن. پس ببین اینطوری به شما پودر بیشتری میده. به خاطر چربی زیادش یه کوچولو حالت ماتری هم داره. مداد بعدی مداد B8 بلک هست. این بلکه، این گرافیتیه. خب مدادهای بلک تیرگی بیشتری دارن چون درصد زغال بیشتری توشون به کار رفته، مات‌ترن و کمی سخت‌تر محو میشن. الان نگاه کنین. بین مدادهایی که من برای تابلوها و کلاً دوره سیاه قلم استفاده میکنم، این مداد B8 مارس لوموگراف بلک بیشترین تیرگی رو داره. یعنی تیرگیش به کنته خیلی نزدیکه. پس هر جا ما نتونستیم از کنته استفاده کنیم به خاطر این جنس خیلی نرمی که داره، به جاش میتونیم از 1 درجه پایین ترش یعنی از مداد B8 مارس لوموگراف بلک استفاده کنیم. میبینی فقط 1 درجه فرقشونه. مداد بعدی B4 چون عدد کنار بی کمتره، پس این مداد درجه تیرگی کمتری داره و یک مقدار براق تره. مداد HB مارس لوموگراف بلک. بچه‌ها من همه شماره مدادها رو ننوشتم چون اینجوری خیلی طول میکشید. فقط چند شماره از مدادها رو رندوم اینجا نوشتم و حالا این مدادهایی هست که من خودم بیشتر استفاده میکنم و دم دستم بیشتر موجوده. فقط یه سری شماره ها رو نوشتم. مداد بعدی B8 گرافیتیه. خب میبینی خیلی نرمه، اون صدای خشخش مداد دیگه به گوش نمیرسه چون این مداد جنسش گرافیتیه. مدادهای قبلی درصد زغال داخل مغزشون خیلی بیشتر بود. اینم بگم الان میخوام از B3 گلدفابر برند فابر کاستل استفاده کنم. اینا استدلر بودن. خب این فابر کاستل هیچ فرقی نداره. کلاً توی آموزش های من چیزی که خیلی برام مهمه که هنرجوهان باید اونو توی اولویت قرار بدن مهارتشونه. یعنی من میخوام روی مهارت شما کار کنم. اینکه حالا چه برندهایی داشته باشی، اتاقت پر از انواع مختلف وسایل سیاه قلم و مداد رنگی باشه، چیزای گرون گرفته باشی، اینا اصلا مهم نیست. این هم مداد B هست یا به اصطلاح B1.
چیزی که مهمه مهارته. تو اگه مهارتش رو داشته باشی با 2 تا پاکن و 3 تا مداد و حالا 3 تا هم براش میتونی یه تابلو خیلی خفن بکشی. لازم نیست بیای همه ابزار رو دونه دونه تهیه کنی، وسایل گرون بخری فکر کنی اینجوری کارت بهتر میشه. نه، مهم اینه که تو مهارتش رو داشته باشی و بدونی که کجا و چطوری بیای از ابزاری که داری استفاده کنی. این چیزیه که من میخوام روش فوکس کنی. مداد هاشتو. الان ببینید مداد هاشتوی من استدلر نیست، فابر کاستله، هیچ فرقی با هم ندارن. پس برندها مهم نیستن، خودتون رو محدود به برندها نکنین و روی مهارتتون کار کنین و اون اولویت نقاشیتون قرار بدین. این استدلره، اینا که بدن آبیان استدلرن. صدای خشخش مداد رو میشنوی؟ خب این به خاطر سختی مداده و اصلا من نمیتونم تون مداد رو حرکت بدم چون که انگار گیر میکنه، استکاک ایجاد میکنه، در حالی که با مداد بهش من خیلی راحت داشتم سایه میزدم، مداد نرم بود و راحت سر میخورد. و این کنته پاریس سفیده، اینم بهتون نشون بدم که از این مداد هم من خیلی استفاده میکنم. ببین اینجا که سفید مشخص نیست، بعد میبینیم کاملا حالت سفید داره. اگه بخواد روی گرافیت استفاده شه، گرافیت یا زغال فرقی نداره. ببین اینجوری اولا که خیلی مشخص نیست، اینجوری بذار بکشم یه توناژ آبی بهت میده، میبینی مثل اینجا کاملا سفید نیست. پس باید روی سطح تمیز استفاده شه که هم اون سفیدی رو بهت بده هم کارت کاملا طبیعی بشه. بریم نور مدادها رو هم با هم مقایسه کنیم. مدادهای گرافیتی نور بیشتری دارن، براق‌ترن و همونطور که میبینید مداد HP B4 و B8 بلک لوموگراف خیلی اون برق رو نداره و مداد کنته پاریس هم که اصلا هیچ گونه برقی نداره و کاملا ماته. شما میتونید از گرافیت هم به صورتی استفاده کنید که اصلا برق نداشته باشه. اینو توی جلسات بعدی بهت یاد میدم و این مخصوص روش خودمه که در انتها با هم یاد میگیریم. دقت کنین همیشه نوک مداداتون کاملا تیز باشه، مخصوصا برای ایجاد بافت پوست و هاشور زدن. حالا با چی مدادامون رو تیز کنیم؟ با استفاده از کاتر. از تراش بهتر استفاده نکنین چون مغز مداد رو میشکنه، مخصوصا اگه مداد کنته باشه چون حالت خیلی نرمتری نسبت به بقیه مدادها داره و خیلی راحت یه اینجوری بکنی مغز مدادش شکسته. پس بهتره با کاتر یواش یواش بیای مدادت رو بتراشی. این که چه نوع کاتری استفاده کنی هیچ فرقی نداره. این کاتر منه خب و به این صورت شما میتونید مداد رو بتراشین که توی یک ویدیوی جدا من آموزش تیز کردن مدادها و پاکونها رو ضبط کردم و میتونید بعد از این ویدیو اونو مشاهده بفرمایید. زیاد تیز کردن مداد باعث میشه مدادت کوچیک شه، پس به مدادگیرم احتیاج داری و مدادگیر فلزی از همه مدادگیرها بهتره. من برند تکنیکالو بهتون پیشنهاد میدم که برند خیلی خوبیه و حالا برندهای دیگر هم میتونید تهیه کنید، خیلی فرقی نداره. به این صورت مداد رو داخلش میذاری و اینو اینجوری میپیچونی و قشنگ مدادت رو میگیره و میبینی که به طول مدادت اضافه شده و خیلی راحت میتونی الان از مدادت استفاده کنی. خب بریم سراغ معرفی پاکن ها. من از 5 تا پاکن استفاده میکنم: پاکن خمیری، پاکن مدادی، پاکن اتودی، پاکن برقی و پاکن مونوزیرو. اول بهترین برندها رو بهتون معرفی میکنم. پاکن خمیریتون حتما فابر کاستل باشه، پاکن مدادیتون یا MQ باشه یا فابر باشه، جفتشون خوبن.
پاکن اتودی اصلا برندش فرقی نمیکنه. پاکن برقی یا تنوین باشه یا تیهو، جفتشون خوبن ولی تیهو خیلی بهتره. اگه تونستین تیهو رو پیدا کنین حتما تیهو رو خریداری کنین. و پاکن مونوزیروتونم برند MQ یا برند تومبو باشه. این پاکن خمیریه خب که لایه برداریش نسبت به بقیه پاکن‌ها کمتره. برای نورهای خیلی محو، کم رنگ و یک کمی درشت ما میایم از این پاکن استفاده میکنیم. پاکن مدادی هم لایه برداری کمی داره، دقیقاً مثل پاکن خمیری، ولی به خاطر سریع باریکش ما برای نورهای خیلی محو و کوچیک و باریک استفاده میکنیم. از پاکن اتودی و پاکن مونوزیرو برای کشیدن نورهای خطی و خیلی روشن استفاده میکنیم، مثل نورهای داخل مو، ابرو، موژه، هر نوری که حالت خطی داشته باشه. و از پاکن برقی هم برای نورهای نقطه‌ای و خیلی شدید استفاده میکنیم. پاکن برقی بیشترین لایه برداری و نسبت به ما بقیه پاکن ها داره. و بریم سراغ معرفی براش ها که خیلی در مورد براش ها از من سوال میپرسین که چه براشی تهیه کنیم و اتفاقا بیشترین تاثیر رو توی سیاه قلم همین براش ها دارن، چون ما با استفاده از موهای این براش ها میایم سایه پردازیمون رو انجام میدیم. و خیلی مهمه که براش شما موی نرمی داشته باشه. بهتره از قلم‌های زبر استفاده نکنیم چون یک مقدار حالت خشک دارن و سایه ها رو نمیتونن لطیف در بیارن. اینکه قبلا می اومدن توی سیاه قلم فقط از قلم‌های زبر استفاده میکردن، این دیگه منسوخ شده و الان براش‌های آرایشی که حالا من خودم استفاده نمی‌کنم ولی بعضی مواقع جواب میده، یا براش‌های نرم خیلی میتونن سایه‌های بهتر و لطیف‌تری به کار شما بدن و بهتر پودر زغال و جذب اون کاغذ رو مقوا میکنن. براش هاتون حتما سرتخت و نرم باشه. اینکه چه برندی تهیه کنین اصلا مهم نیست، همین که سرتخت و نرم باشه کافیه. حالا این نمیدونم این وسط چرا اومد. حالا چه برندی رو من بهتون پیشنهاد میدم؟ من خودم از قلم‌های 777B خرم خیلی استفاده میکنم، به نظرم بهترینن. بعدش این قلم‌های ماریس موشرابی. خب داخل لیست نوشتم چه شماره هایی رو تهیه کنید. و این قلموی پارس آرتیست با کد 2000 هم خیلی خوبه و این قلمو رو بهتون پیشنهاد میکنم. اگه سطح کارتون بزرگ بود از قلموهای ماکو یا زمینه خرم میتونین استفاده کنین. ببینید برای تابلوهای بزرگ از این قلم ها استفاده کنید. ماکو بهترینه و اگر حالا خواستین اقتصادی تر عمل کنید میتونید برند خرم رو تهیه کنید و شماره ها رو هم باز میگم داخل لیست نوشتم. حالا مقوا چه برندی تهیه کنیم؟ مقوای شما 2 شاخصه خیلی مهم باید داشته باشه. اول از همه سطحش کاملا صاف باشه و دومیش این که کاملا رنگ سفید داشته باشه که بر این اساس ما بخوایم برند مقوامون رو انتخاب کنیم. پیشنهاد من مقوای فابریانو 220 گرم LR هستش که به نظرم بهترین داخل ایران. بعد از این برند من مقوای اجتنباخ رو بهتون پیشنهاد میکنم که اونم بافت خوبی داره. مقوای فابریانو 2 رو داره، یه روش کاملا صافه، اون روی دیگهش حالت بافتدار داره. شما باید از اون روی کاملا صافش بیاین استفاده کنی. فیک این مقوا خیلی زیاد شده داخل خیلی از فروشگاه، من میبینم که فیکش رو دارن میفروشن. من یه فروشگاه بهتون معرفی میکنم، فروشگاه مهستان، کاملا از بابتش مطمئنم، تمام محصولاتش اورجیناله، میتونید از اون فروشگاه خرید کنین و اگه اعلام کنید که از طرف من دارین خریدتون رو انجام میدین و از هنرجوی من هستین بهتون تخفیف هم تعلق میگیره. پس از بابت خرید محصولات هم خیالتون راحت باشه که فروشگاه مهستان تو این زمینه بهترینه. این هم چسب کاغذیه که شما میتونید استفاده کنید، دور تا دور
کارتون رو چسب بزنین و فیکسش کنید به تخت شاسی که شما بتونید یه حاشیه‌ای حالا دور کارتون داشته باشین و کارتون از روی تخت شاسی تکون نخوره. یه نکته‌ای وجود داره برای استفاده از این چسب‌های کاغذی، اونم اینه که قبل از اینکه به مقوا بزنین حتما روی یه سطح تمیز چند بار چسب رو بچسبونید بردارید. انقدر این کار رو انجام بدین تا از اون چسبندگیش کم بشه و به مقوا نچسبه، چون وقتی چسب توی مدت زمان طولانی روی مقوای کاغذ میمونه کاملا میچسبه به اون مقوا و وقتی شما بخواین چسب رو در بیارین میبینید که مقواتون هم داره باهاش کنده میشه. برای همین حتما این کار رو انجام بدین که کارتون خراب نشه. از روان نویس هم برای گذاشتن نورهای فقط داخل چشم میتونین استفاده کنین. هیچ استفاده دیگه نداره. اختیاری تهیه کردنش میتونین تهیه کنین، میتونید هم تهیه نکنین. با همون پاکن برقی هم ما میتونیم نورهای شدید رو بندازیم. بهترین برند که میتونم بهتون پیشنهاد بدم برند کوینه که روان نویس خیلی خوبیه. یه ابزار کاربردی دیگه هم که بخوام بهتون معرفی کنم این دستکشای سیاه قلمه. خب این دستکشا رو که شما دست کنین دیگه کارتون خیلی راحت میشه. نمیخواد زیر دستتون هر دفعه بخواین کاغذ بزنین. هر جا که دلتون خواست دستتون رو میذارین و میتونید کارتون رو تکمیل کنین. بیشتر به درد کسانی میخوره که سیاه قلم رو دارن به صورت عمودی اجرا میکنن، یعنی روی سه‌پایه یا روی دیوار اجرا میکنن، روی میز نمیذارن. چون شما اگه بخواین کارتون رو روی میز اجرا کنین که پودرای زغال شره نمیکنه، ولی اگه بخواین روی سه‌پایه یا دیوار کارتون رو اجرا کنین اون پودرای زغال شره میکنه و خب پایین کارتون کاملا کثیف و سیاه میشه. برای همین خیلی مهمه که حتما یه چیزی زیر دستتون باشه. اینو پیشنهاد میکنم، به نظرم خیلی کاربردیه ولی اختیاریه. میتونید تهیه کنید، میتونید از همون کاغذ استفاده کنید. خود من 50% مواقع کاغذ میذارم، 50% مواقع از این دستکش استفاده میکنم. خب ابزار بعدی پودر زغاله. من از پودر زغال ویونا استفاده میکنم که خیلی تیرگی زیادی داره، چربی بالایی داره و کاملا به خورد مقواتون میره. از لحاظ قیمت هم خیلی مناسبه. فکر میکنم آخرین بار که قیمت گرفتم 40,000 تومان بود و من یه باکسشو گرفتم و الان فکر میکنم حدود 7 ساله که دارم از این پودر زغال استفاده میکنم و هنوز شاید بگم نصفش هم تموم نشده. پس حتما پودر زغالتون مشکی ویونا باشه که از هر لحاظ عالیه و کیفیت خیلی خوبی داره. یه اشتباهی که خیلی از هنرجوها انجام میدن و این باعث میشه کارشون خراب شه اینه که میان از پودر مدادی که تراشیدن استفاده میکنن و با استفاده از اون پودر سایه میزنن که این باعث میشه سایه هاشون کاملا لک بشه و کثیف به نظر برسه. حتما شما باید پودر زغال رو تهیه کنین و از پودر زغال برای سایه زدن کارتون استفاده کنین. و آخرین ابزاری که میخوام بهتون معرفی کنم فیکساتیو حالت اسپری داره و وقتی کارتون تموم میشه با یه فاصله 30 تا 40 سانتی به کارتون میگیرین و هم به صورت عمودی هم به صورت افقی روی کارتون پخش میکنین. باعث میشه که کارتون توی طولانی مدت کمرنگ نشه. برای کارهای گرافیتی به درد نمیخوره اگه با مداد کار میکنین، ولی برای کارهایی که با زغال انجام میشن و سیاه قلم هستن باید حتما استفاده بشه این فیکساتیو، چون از کارتون نگهداری میکنه و نمیذاره کمرنگ شه، چون زغال تو طولانی مدت کمرنگ و کمرنگ تر میشه. بهترین برند موجود در ایران به نظر من مای مری و وینزوره. خیلی برندهای خوبی هن. به هیچ عنوان از برندهای ایرانی مثل دورنا یا سایر برندها استفاده نکنید. کارتون رو زرد میکنه و کارتون خراب میشه. و حتما قبل از اینکه فیکساتیو به کارتون بزنید روی یک کاغذ جدا یا طرح جدا امتحان کنید ببینید چطوریه و بعد بیاین روی خود کارتون استفاده کنید. و اینکه بوش هم اصلا نباید بهتون بره، خیلی ضرر داره. بهتر کارتون رو توی فضای باز بذارین، اسپری کنین و بعد خودتون از اون فضا فاصله بگیرین که خدایی نکرده مشکلی برای سلامتیتون به وجود نیاد. 24 ساعت که بگذره دیگه میتونید حالا سمت کارتون برین.
خب من تا اینجا هر ابزاری که در حال حاضر استفاده میکنم بهتون معرفی کردم. هر سوالی داشتین از من بپرسین. فقط میخوام یه نکته بگم، اینکه 2 تا ابزار هست که کاملا منسوخ شده و به هیچ عنوان نباید از این ابزار استفاده کنین، چون کاملا کارتون رو کثیف و مسمومی میکنه. اولیش محو کنه که هنوزم میبینم خیلی ها استفاده میکنن و دومیش هم کف دریا هست که یه سری قبل از اینکه سایه بزنن از کف دریا استفاده میکنن، سطح کارشون رو میپوشونن که بعدها اگر حالا سایه اشتباه بود یا پررنگ شد کارشون، با دستمالیدن روی اون قسمت چون زیرش کف دریا هست اینا با هم ترکیب میشه و کارو کم رنگ میکنن. از این روش استفاده میکنن برای کم رنگ شدن کارشون که من اصلا این روش رو قبول ندارم. یه جوری بهت یاد میدم تو سایه بزنی که نیازی به کف دریا و هیچ ابزار دیگه‌ای نباشه و این ابزاری که تا الان معرفی کردم بهترینن. من خودم از تمام ابزار تمام برندها استفاده کردم و نتیجه و تجربه 10 سالم رو در اختیارت قرار گذاشتم و دیگه لازم نیست خودت بری آزمون و خطا کنی تا بهترین ها رو بشناسی. ابزاری که گفتم بهترینن، از این ابزار استفاده کن. طرز استفاده کردنشون رو بهت توی ویدیوهای بعد یاد میدم و بهت قول میدم که در نتیجه کار بتونیم یک کار کاملا طبیعی و رئال داشته باشی. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. سابسکرایب یادتون نره.